سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال یک وبمستر. در ویدیوی امشب استراتژی داریم، یک استراتژی اسکالپی بسیار پرقدرت مناسب برای استفاده در تایم فریم 5 دقیقه، 15 دقیقه و نیم ساعته روی بازارهای فارکس یا ارز دیجیتال. فرقی نمیکنه، توی هر دو تا بازار کارایی خودش رو داره و با استفاده از 3 تا اندیکاتور سیگنال های خیلی دقیقی رو به شما میده. بریم که زمان رو از دست ندیم و آموزش استراتژی رو با هم داشته باشیم. همونطور که توضیح دادم، این استراتژی اسکالپی هست و میتونه روی حالت اسپات یا فیوچرز برای ارز دیجیتال یا حالا روی فارکس هم که برای ارزی که بخواید مورد استفاده قرار بگیره. 3 تا اندیکاتور داره این استراتژی که به ترتیب اضافه میکنیم. فقط یک توضیح رو من بدم که برای بعضی از دوستان شاید سوال باشه. ببینید، این استراتژی هایی نیست که ما از خودمون در بیاریم. اکثریت اینها استراتژی هایی است که ما به هر حال توی یوتیوب کانال های مختلف میبینیم، تست میکنیم. از بین شاید 100 تا استراتژی 10 تاشو انتخاب میکنیم، اونایی که واقعا میبینیم در بک تست نتایج خوبی دارن، عملکرد مناسبی داره، اندیکاتورهای خوبی درش استفاده شده، اونها رو گلچین میکنیم و به صورت فارسی به شما آموزش میدیم. ما قبلا هم گفتیم هیچ ادعایی در مورد هیچ کدوم از این استراتژی ها نداریم، هیچ کدوم مال ما نیست. ما فقط میایم تستش میکنیم، بهینه‌اش میکنیم، اگر تغییری نیاز داشته باشه نسبت به ورژن اصلیش اون تغییر رو میدیم و در نهایت آموزش رو به صورت فارسی برای کاربر فارسی زبان که شاید دسترسی به اون کانال‌های خارجی نداشته باشه منتشر میکنیم و هیچ ادعایی هم در مورد اینها نداریم. اولین اندیکاتوری که برای این آموزش و برای این استراتژی بهش نیاز داریم اندیکاتور دیلی های لو هست. این رو وقتی شما سرچ بکنید، خیلی این مدل اندیکاتور ما داریم توی تریدینگ ویو، ولی این دیلی های لویی که unknown unicorn 2280 این رو داره به نمودارتون اضافه بکنید. بقیه اندیکاتورها یه مقدار حالت ریپینت و حالت اصلاحی داره که به درد کار ما نمیخوره. زمانی که این اندیکاتور رو اضافه میکنید میاد بالای نمودار و پایین نمودار 2 تا خط برای ما میگه که باید بریم توی تنظیماتش خط بالایی رو قرمز کنیم و حالا یه مقدار پررنگش کنیم، خط پایینی رو هم سبز کنیم. پررنگش نکردم، اینم پررنگش. کاری که این اندیکاتور انجام میده اینه که میاد بیشترین قیمتی که اون ارز در روز قبل تونسته بره، یعنی تو دیروزش تونسته بره، و کمترین قیمتی که تونسته بره رو برای ما علامت میزنه. الان من این مقدار بیام اینور، ببینید یه دونه قرمز اینجا کشیده، یه دونه سبز اینجا کشیده. قرمز این نوک بوده، بالاترین جایی که دیروز قیمت رفته، و سبزم که این پایینه، پایین ترین جایی که دیروز قیمت رفته. پس میاد بیشترین و کمترین بازه حرکتی دیروز رو توی امروز ما برای ما نمایش میده. چرا اینجوریه؟ چرا از این استفاده میکنیم؟ چون وقتی که اینو ما رو نمودار میذاریم روی اون نقاط بیشترین و کمترین احتمالاً یک حمایتی بوده، یه سری سفارشی بوده، نقدینگی وجود داشته که نتونسته قیمت از اون پایینتر بیاد یا نتونسته از اون بالاتر بره. بنابراین این سطوح برای ما سطوح مهمیه و انتظار داریم وقتی که قیمت ما بیاد و از اون سطح دیروزش بالاتر بره بعدش ریزش رو شاهد باشیم. وقتی که از اون سطح پایینتر بیاد بعدش صعود رو در بازار شاهد باشیم. مثال براتون بزنم، مثل اینجا ببینید این قیمت سطح دیروزش بوده، اومده این رو به سمت پایین شکنده، بعدش چه اتفاق افتاده؟ صعود کرده و به سمت بالا رفته. یه موقعی بالاشو میشکنه، بعدش میاد و دوباره به سمت پایین حرکت میکنه. تو روزهای قبل هم برید اینجا دوباره سقف دیروزش شکنده، چند تا کندل بعد دوباره اومده و سل رو تشکیل داده. با استفاده از همین های و لو، یعنی سطوح بیشتر و کمتر، ما میتونیم یه سری پوزیشن بگیریم. اینجا دوباره کف رو شکنده، فقط یه شادو زده و بعدش دوباره برگشته و به سمت بالا حرکت کرده. این اندیکاتور اولی هست که برای استراتژی میخوایم استفاده بکنیم، ولی خب میبینیم که دقتش زیاد نیست و احتمالا خطاهایی رو هم
داره. برای اینکه خطاهاش رو رفع بکنیم میریم سراغ اندیکاتور دوم که مووینگ اوریج اکسپوننشیال هست. EMA رو سرچ کنید. همین گزینه اولی که میاره جزو اندیکاتورهای داخلی خود تریدینگ ویو. این هم میره تو تنظیماتش. این آبیشو میذارید مثلا سفید با یک پول بزرگتر، یعنی کلوفترش که قابل دیدن باشه، و اینپوتش رو از 9 میذارید روی 2.1 و اوکی. حالا میتونه این یک مرحله سیگنال ها رو برای ما فیلتر بکنه. ممکن هم هست شما با استفاده از این اندیکاتور و با این ترکیب حتی شاید مثلا تو 2 روز 3 روز هم به شما هیچ سیگنالی نده و این اصلا چیز بدی نیست. یعنی نباید اصرار داشته باشیم به هر روز ترید کردن. اگر روی بیت کوین به شما سیگنال نداد، برید اتریوم رو چک کنید، برید کاردانو، برید بی ام بی. این همه ارز ماشاءالله داریم. شما 20 تا ارز با مارکت کپ بالا رو، 20 تا ارز اصلی رو انتخاب بکنید، همون روزی یه دونه پوزیشن هم بگیرید، ولی مطمئن بگیرید، کاملا به شما سیگنال های مطمئن و عالی برای ترید میده. برای مثال اینجا رو ببینیم. الان توی این بازه برای چند روز هیچ سیگنالی به ما نداده. اینجا سیگنال نداده، اینجا سیگنال نداده، اینجا سیگنال نداده، اینجا ولی 2 تا سیگنال داده. ببینید. حالا که این مووینگ اوریج اضافه کردیم، چرا اضافه کردیم؟ برای اینکه خب یک مرحله سیگنال های خطاشو برای ما فیلتر بکنه. حالا باش چجوری پوزیشن میگیریم؟ این خطای روز قبل ما هست. در مرحله اول قیمت باید بالای این خط بره که گفتیم وقتی این خط رو به سمت بالا میره یعنی بعدش برمیگرده دوباره به سمت داخل میاد. خب این قیمت بالای خط. مووینگ اوریج ما هم از این خط گذشته، بالای این خط. اینم شرط دوم. شرط سوم چیه؟ اینی که قیمت برگرده بیاد و داخل این مووینگ اوریج پایینش بسته بشه. برای مثال اینجاها میبینیم که قیمت با اینکه رفته بوده و رد شده بوده از این خط روز قبل، از های روز قبل رد شده بوده، اومده اینجا و داخل زیر مووینگ اوریج بسته شده. اینجا دیگه ما میتونیم وارد پوزیشن سل بشیم. و اینجا وقتی ما سل بگیریم استاپ لاسمون طبیعتا میفته این بالاترین جایی که قیمت قبلش بازی کرده پشتش، و اسکالپ دیگه 5 دقیقه‌ای با ریسک ریوارد 1 به مثلا 1.30 1.50 میتونیم وارد پوزیشن بشیم. اگر حالا بلند مدتی تر هستید که 1 به 1.5 هم میتونید، 1 به 2 هم میتونید بگیرید و بالاتر میتونید بگیرید که دیگه تجربیه دیگه، باید تست بکنید خودتون دستتون میاد. این یک مرحله پوزیشن سل. بایش هم دقیقاً عین همونه. یعنی قیمت اومده لو روز قبل رو شکونده، شرط اول، و اومده پشت مووینگ اوریج دیگه. وقتی بیاد میاد زیر مووینگ اوریج، پایین مووینگ اوریج، اینجا وقتی عکسش میره بالای مووینگ اوریج و اینجا میاد توی چند تا کندل زیر مووینگ اوریج، بالای مووینگ اوریج، عذرخواهی میکنم، به سمت بالای بازار بسته میشه. اینجاها دیگه وقتی ما این کندل ها رو این بالا دیدیم میتونیم در جهت اینها وارد پوزیشن بای بشیم. یعنی متوجه میشیم که بازار میخواد برگرده و وارد همون رنجی که توش بود بشه. مثلا اینجا اگر بخوایم وارد بشیم استاپمون رو میذاریم یه جاهایی قبل از آخرین محدوده حرکت بازار، یا اینکه اگر اندیکاتور ATR استفاده میکنید با استفاده از ATR مشخص میکنید و با همون نسبت ریسک ریوارد میتونیم وارد پوزیشن بشیم که اینجا اومده و نسبت حد سود ما رو با 1.74% سود اومده زده. این 2 تا نمونه پوزیشن بای سل روی این استراتژی. ولی کار ما اینجا تموم نشده. ما یک اندیکاتور دیگه هم میتونیم به این اضافه بکنیم که باز هم دقت این رو بالاتر ببره. اگر که علاقمند به استراتژی های ترید هستید، توی کانال ما توی بخش پلیلیست ها ما یه پلیلیست استراتژی فارکس ارز دیجیتال داریم که توی این اومدیم بیشتر از 150 تا استراتژی معرفی کردیم با اندیکاتورهای مختلف، با کاربردهای مختلف، اندیکاتوری، پرایس اکشنی، اسمارت مانی، والیوم پروفایل و استراتژی هایی از این دست. اگر هم تازه با ما همراه شدید کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم فعال بکنید که از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. مطمئن باشید که آموزش های فوق العاده ای رو در کانال خواهیم داشت.
و در نهایت برای اینکه ما باز یک مرحله فیلتر به این اضافه بکنیم و دقتش رو بازم بالاتر ببریم، میریم سراغ اندیکاتور سوم. اندیکاتور سوم مکدی هست. مکدی رو سرچ بکنید، همین اولیه Moving Average Convergence Divergence، این رو هم به نمودار اضافه میکنیم. ولی زمانی که مکدی رو اضافه کردید توی تنظیماتش میرید، ما الان رو تایم فریم 5 دقیقه‌ای ام دیگه، توی تایم فریم چارت رو که همین 5 دقیقه باشه تغییر بدیم به یک روز، که میگیم مکدی ما رو بر اساس روزانه نشون بده. اینجا درسته تایم فریم هم 5 دقیقه است، مکدی رو بر اساس روزانه نشون بده. زمانی که این مکدی رو ما اضافه کردیم، این الان داره بر اساس روزانه، تایم روزانه اینها رو برای ما نشون میده. چی به ما میگه؟ میگه تا زمانی که این نارنجی بالاست آبی پایینه، فقط من پوزیشن های سل رو میگیرم، بای ها رو کاری باش ندارم. وقتی که برعکس شد، آبی رفت بالا نارنجی اومد پایین، من فقط پوزیشن های بای میگیرم، سل ها رو دیگه کاری باهاش ندارم. اینجا رو ببینید همش نارنجی بالاست و آبی پایینه، یعنی اینجا الان یه دونه سل ما داریم. دوباره اینجا ما یه دونه سل داریم چند روز قبلش. توضیح دادم دیگه، سیگنالاش ممکنه کم باشه ولی سیگنالای بسیار پرقدرت و بسیار دقیقی رو داره. دوباره اینجا یه دونه سل رو ما داریم. اینجا هم به من یه دونه بای داده، ولی چون شرطش اینجا جاری نبود ما اینجا بای رو نمیگیریم. پس میبینیم که اضافه کردن این مکدیه خودش چقدر اومده سیگنال ها رو فیلتر کرده و تقریبا دیگه تمامی سیگنال هایی که به ما داده سیگنال های درستی بودن. اینجا ببینید آبی رفته بالا، نارنجی اومده پایین، یعنی از این به بعد دیگه ما سل نمیگیریم و فقط بای میگیریم. یعنی این سل آخری که به ما داد سیگنال خطا میفته و نمیگیریم. از این به بعدش فقط بای میگیریم، تا قبل از اونم که فقط سل میگرفتیم. دقتش خیلی بالاست، وین ریتش خیلی بالاست، شاید کم سیگنال بده ولی چون ارزهای مختلف هست و میشه ترید کرد، اون کمیه رو جبران میکنه و به شما بی نهایت فرصت برای ترید میده. در نهایت امیدوارم که ازش استفاده بکنید و سودهای خیلی خوبی رو ازش بگیرید. اگر سوالی در موردش هست حتما کامنت بکنید، جواب میدم. و یادتون نره ما رو در یوتیوب و در تلگرام حتما دنبال بفرمایید.